اگه تو دوره کودکیت این 5 مورد رو با والدینت داشتی، احتمالش زیاده که الان درگیر مهرطلبی باشی. اول، اینکه اگر والدینت تو رو دوست داشتن اما باهات جوری رفتار کردن که انگار دوست اونها یا درمانگر اونهایی، نه فرزندشون، و این بهت یاد داده که تو همیشه مسئول حال دیگرانی. دوم، اگر والدینت با احساس ناخوشایند خودشون راحت نبودن و نمیتونستن اون رو بپذیرن و همیشه انکارش میکردن و این بهت یاد داده که حسات بیش از حدن. سوم، اینکه همیشه باید والدینت رو خوشحال و راضی از خودت نگه می‌داشتی تا اونها عصبانی نشن. این بهت یاد داده که تو باید آروم باشی تا در امان باشی. چهارم، بین والدینت همیشه دعوا و تنش بوده که این بهت یاد داده که تو باید توی هر شرایطی و به هر قیمتی آرامش رو حفظ بکنی. و پنجم، اینکه والدینت در زندگی ناکامی‌هایی رو تجربه کردن و بنابراین همیشه آرزوهاشون رو به تو تحمیل کردن. بهت یاد داده که تو مسئول معنا دادن به زندگی دیگرانی، حتی اگر مجبور بشی خودت رو زیر پا بگذاری.